علامه بکر ابو زید رحمت الله علیه در کتاب معجم المناهی اللفظیه از بعض علمای گذشتگان نقل کردند که آنها چنین میگفتند: و فی اللسان آفتان عظیمتان. در زبان دو آفت عظیم است. یعنی زبان دو آفت عظیم دارد. اگر از یکی آن خلاص خوری از دیگریش خلاص نمیخوری. آفت الکلام و آفت السکوت. آفت سخن کردن، گاهی انسان سخن میکند سخنش بلای خود میشد. دومینش آفت سکوت، زبانش سکوت میکند، حرف نمیزند، ولی اینم آفت است. و گفتند که وقد یکون کل منهما اعظم اثما من الاخرى فی وقتها. گاه یکی این آفت ها از یکی دیگرش عظیمتر می شود در گناه، یعنی به همون وقتش نگاه کرده. فالساکت عن الحق شیطان اخرس. کسی که از حق سکوت میکند، از بیان حق سکوت میکنه، اون شیطانی گونگ است. والمتکلم بالباطل شیطان ناطق. آن آدمی که سخنی باطل میگوید، سخنی ضد شریعت میگوید، این آدم هم شیطان است. این شیطانی سخن کننده است. آن آدمی که سخنی حق را نمیگوید، این شیطانی گونگ است.